انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه ارمانجکرنا روسیا جی سیویلان را لگندوار ادلیب لی سوریه شرمزار دکه. روژا شمی 23 تیر ماه 2022 دسته سروکاتیا انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه داخویان یک درخست تیدا ارمانجکرنا روسیا جی سیویلان را لگندوار ادلیب لی سوریه شرمزار کرد. داخواز لنتوین یک بوی کرد کار لسر جناف برنامه ترسیان لسر سیویلان جیبجی کرنا زاگون نافدولتی دو پاراستنا وانده کرد. لداخویانیا انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه ده وها هاتیه. ده انجام ایریشک بالافرین روسیه ده لسر گنده الجدیده یه مسیحیان لپاریزگاه ادلیبه لگوری زانیاریان 7 سیویل شهید بونو 13 دینجی بریندار بونه. انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه داخویانیا خود آماجه کرو گوت به ویه که تاوانه کدن سرباری وان تاوانین کو سیویلان آرمانج دکن هفدمی پروسین لشکری ین بردوام لوان دواران هات سربار کرن. دسته سروکاتیا انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه لداخویانیا خود گوت هفدمی اموی تاوانه و هر تاوانه که سیویلان لهر دری آرمانج بکه جچ آلی و بجی شرمزار دکن. داخوازل نتوین یک بوی دکن کار لسر جناف برنامه ترسیان لسر سیویلان و جیبجی گرنا زاگون نافدولتی دو پاراستنا وانده دکن. لداویه ده انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه داخواز جواکا نافدولتی کر لزید اکتیف کرنا پروسه سیاسی ده بکه همیان پابندی بریارا نافدولتی 2254 کو دریا ویره ده سینوره کی یک جاری جه کشتیگاه سوریه را دینه چارەسەریەکە که سیاسی گارانتیا اولهی و سقامگیری و آزادی سوریان را بگشتی ببینه.